20 روز 20 نکته برای تازه‌کارا پارت 2. پوست خرس شکار نشده رو نفروش. نمیدونم درباره این موضوع چیزی شنیدین یا نه، ولی نکته‌ای که هستش این چه در رابطه با کسب و کار، چه در رابطه با هر چیزی که توی دنیای شخصی برای خودتون ایجاد میکنین، نکته مهمیه. این که میگن جلو ذوق کنی کنسله، یه چیزیه که شاید هیچ فکت علمی براش وجود نداشته باشه، اما خیلی وقتا واقعیت پیدا میکنه. تجربه‌ای که من برای خودم پیش اومده وقتی که اولین کسب و کاری که وارد شدم و 0 تا 100 رو داشتم خودم جلو می‌بردم رو درگیرش شدم، خب اتفاقی که افتاد اولین سفارش همون روز اول اومد و من خیلی خوشحال شدم و اینو یه نشونه خوب دونستم. اول از همه رفتم گفتم و اینا، اما خیلی طول کشید تا اون فرد پولشو واریز کنه. چند روز گذشت و ما هی رفتیم جلو، سعی کردیم بیشتر تبلیغ بکنیم، بیشتر پروموت بکنیم اون محصول رو و اتفاقی که افتاد یه سفارش خیلی خوب اومد که مثلا 4 تا قاب مثلا برای همون ابتدای کار خیلی اتفاق خوبی بودش که بخواد یه نفر سفارش بده و اون یه نفر اینو گفت و خیلی جدی داشت میشد همه چی، حتی عکساش هم فرستاد برای کارمون که توی حوزه قاب و اینها بود و یکهو کنسل شد همه چی و دیگه اون فرد جواب نداد. من یادم وقتی که اون 4 تا رو بهم گفته بودن انقدر با ذوق رفته بودم به همه چیزو گفته بودم که آخشون سفارش جدید اومد، یا عالمه شلوغکاری کرده بودم. ولی اتفاقی که افتاد مدیرم بهم گفتش که پوست خرس شکار نشده رو نفروش. یعنی تا اون موقعی که اون قاب یا اون محصول نرفته دست مشتری در از رضایت خودش رو به تو اعلام نکرده، نباید ذوق اون مورد رو بکنی. اگر دنبال کار میگردین، اگر تازه رفتین مصاحبه، جایی رو دوست دارین یا هر چیزی، نیاز نیست خیلی عمومیش کنین، بذارین ببینین چطور پیش میره، تا کجا میرسه و بعد علنیش کنین.